زلزله مدهی شب گذشته و هنگام رخ داد که بسیاری ها در خواب بودند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفت در ولایت کنر 610 نفر کشته شدند، 1300 کسی دیگر جراحت برداشتند و خانه های زیادی هم ویران شدند. در ولایت ننگرهار 12 نفر کشته و 255 کس مجروح شدند. یک ساکن ولایت ننگرهار به بخش دری رادیو آزادی گفت که خانه های زیادی مردم در اینجا به خاک یکسان شده است و از جمله گفت خانه ها به خاک یکسان شدند. مردم به کمک های طبی فوری و خوراکواری و دیگر وسایل روزگار احتیاج دارند. عین زمان چرخبال ها با ماموران نجات به دهات دوردست در شرق افغانستان می شتابند تا بازماندگان را از زیر ویرانهای خانه های گلین بیرون کنند. این فلاکت احوال طالبان حاکم بر افغانستان و مردم آن را هم بدتر می کند که با بحران بشری دست به گریبان هستند. کمک های بین المللی هم کمتر می گیرند و پناهجویان زیادی افغانستانی را هم از همسایه کشورها خارج می کنند. و گفته زلزله شناسان تکان زمین در عمق 8 کیلومتر بوده است. ساکنان اسلام آباد پایتخت پاکستان در فاصله 300 کیلومتری از مرکز زلزله لرزش زمین را احساس کردند. زمین لرزه را شب گذشته ساکنان شهر کابل هم احساس کردند. فلاکت چند روز بعد از آبخیزی در ولایت ننگرهار رخ داد که مردم در آنجا هنوز با پیامدهای این آفت طبیعی دست به گریبان هستند. در آبخیزی دست کم 5 کس کشته شد و کشتزار و خانه های مردم آسیب دید. افغانستان یک کشور آسیب پذیر در برابر زمین لرزه و واقع در قطارکوه‌های هندوکش است که تخته های تکتونیکی هند و اوراسیا زیر آن به هم می‌خورند. سال گذشته در پی سلسله زمین لرزه ها بیشتر از 1000 نفر در افغانستان کشته شدند که این نشان دهنده آسیب پذیری یکی از قشاق‌ترین کشورهای جهان در برابر فلاکت‌های طبیعی است.